موضوع امروزی برنامه ما چنین عنوان گرفته است: معرفت استعمال کننده. از همه وزنی‌ترین کار این معامله با مردم. من همچون خریدار بازار به میخوام صفت نغزش رو بگیرم. وقتی که مشتری محصولات برد اگر ویران باشد نمیدونم مهلتش گذشتگی باشد آورده با ما چک نشونده ما از سر نو عوض کرده میتیم. حالتی که میشود که برد میگردونه شما چه خیلی مناسبت میکنید؟ مناسبت چی؟ فقط کلینت طرف. حتی حالات ها هست که ما بحث بارزی دواگه اوید مسئله مراجعه میکنیم. با مبلغ 33,920 سومانی جریم بنده کرده شد که همه این مبلغ ها به بودجه دولت پرداخت کرده شده است. در تمقیق گذاری محصولات یک نمودی معلومات وجود نداشته باشد از روی طلبات قانون علیه و خطرناک ساخته می شود. تا حالا ما یگان شکایت به قید نگرفتیم که مالی که به فروش برآورده باشن و با مثال بگیریم به سببای نادرست بودنش برگردانده باشن. خانه همیشه جانبداری استعمال کننده است.